هممون این لحظه دستگیری کانر مگ‌گرگور رو دیدیم، ولی خیلی‌ها نمیدونن دلیل دستگیر شدن کانر مگ‌گرگور، اونم درست قبل مسابقهش با خبیب، چیه. یه خورده بریم عقب‌تر تا بهتون بگم دلیلش چی بوده. این مرد کچلی که دارید میبینید بهترین دوست کانر مگ‌گرگور هستش و این مردی که گردنش رو اینجوری گرفتم خبیب نور مگمدوف هستش. این ویدیو رو ببینید. خب دیدید که بعد از اینکه خبیب یه خورده تهدیدش کرد یه چک ریزم بهش زد. حالا این اتفاق کجا افتاده بود؟ دقیقاً تو آمریکا افتاده بود. کانر مگ‌گرگور تو این لحظه کجاست؟ کانر مگ‌گرگور تو خونش توی ایرلند، کشور خودش. رفیقش بعد از اینکه چکو از خبیب خورد بهش زنگ میزنه و میگه خبیب به من حمله کرده، به من چک زده و بلند شو بیا. همون شب کانر مگ‌گرگور سوار جت شخصیش میشه و میره آمریکا و بعدش هم این اتفاق ترسناک میفته. این اتوبوسی که دارید میبینید کانر مگ‌گرگور خیلی دنبالشو داره بهش حمله میکنه، خبیب و تیمش تو اون اتوبوسن، ولی واقعا نمیدونم چرا از اتوبوس بیرون نمیان تا حداقل خودشون محافظت کنن. یا میشه گفت ترسیدن یا دارن محافظه‌کارانه عمل میکنن تا یه وقت قانون جلوشونو نگیره. بعد از اون خبیب از اتوبوس میاد بیرون و میگه که این بچه بازی‌ها چیه در میاری؟ لوکیشن تو برام بفرست تا خودم بیام بالا سرت. جایی که نه پلیس باشه نه مردم. باید همچین جایی با هم دعوا کنیم، نه تو پارکینگ. Send me a message, hey, come here, this place, and that's it. Without security, without UFC, without nothing. Just send. بعد از اون شب تقریبا تو 24 ساعت کانر مگ‌گرگور رو دستگیر میکنن، بعدم دادگاهیش میکنن. اما به این دلیل که کانر مگ‌گرگور پول زیادی برای گرفتن وکیلای خوب هزینه کرد، همچین جرم سنگینی بهش ندادن و یه مدت کوتاهی انداختنش زندان. اما به دلیل حواشی خیلی سنگینی که قبل از مسابقه خبیب نورمگومدوف و کانر بود، این مبارزه خیلی طول کشید و میشه گفت تقریبا 1 سال طول کشید تا این مبارزه انجام بشه. اما بالاخره شب مبارزه کانر و خبیب رسید. این مبارزه بعدش هم حواشی خیلی شدیدی داشت که تو ویدیوهای دیگه بهش اشاره میکنیم. اما به خاطر همین حواشی و همین اتفاقات بود که پربازدیدترین، پرسودترین و پرحاشیه ترین مبارزه کل تاریخ UFC مبارزه کانر مگ‌گرگور و خبیب نورمگومدوف بود. اگه تو هم مثل من عاشق ورزشی، همین الان چنلمو رو سابسکرایب کن، چون من تو چنلم ویدیوهای ورزشی میذارم. خیلی کم مونده که به 1000 تایی شدن برسیم، پس حتما چنلمو رو سابسکرایب کن تا به 1000 تایی شدن برسی. اگه دوست داری از حواشی UFC بیشتر بدونی، بهت پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینی، چون راجب حمله و درگیری حمزه چیمایف با خبیب نورمگومدوف هستش. جیبا پرپول، بدنا ورزشکاری و خدا نگهدار.